تلاش برای به پرواز درآوردن رویاها. ذبیح الله یاران باشنده ولایت شمالی سمنگان است. وی میگوید علاقش به صنعت هوانوردی وی را وادار ساخته است تا این طیاره را که شبیه اولین نمونه طیاره های تاریخ است بسازد. وی میگوید این اختراع محصول علاقه، تلاش و مطالعه‌اش در مورد به پرواز درآوردن یک طیاره می باشد. در حقیقت اگه بگوییم ما بسیار یک شوق خاصی داشتم به پرواز دادن همچین یک طیاره‌ای که از دست خودم پره شود. دیگه همین باعث شد که مدت 3 سال میشه ما شروع به کار کرده بودم. در 6 ماه اخیر که بسیار متواتر بالاش کوشش کردم، یعنی دمی حالت رسیده که انشالله در هفته آینده باید پرواز شد، یعنی آماده شده. طیاره‌ای که ذبیح الله به ابتکارش ساخته است از قطعات ساده اما سبک که برای پرواز مناسب می باشد در آن استفاده شده است و قابلیت حمل 2 تن به شمول پیلوت را دارد و تمام امکانات برای پرواز و فرود در آن در نظر گرفته شده است. وی میگوید ساختن این طیاره حدود 200,000 افغانی هزینه برداشته است. ساخته شده از تکه های آلومینیوم و بعضی چوکات هایش که ساخته شده فقط از جستی بوده. دیگه ما بسیار تانستیم با پول کمی را جور کنیم. دیگه درباره انجینش که سوال میکنه، انجینش یک انجین بسیار خرد است. دیگه 250 سی سی می باشد، ظرفیت بسیار خرد، اما مناسب همه وزن است که چرا که وزنش بسیار پایین است. ذبیح الله تا هنوز موفق نشده که طیاره ساخته شده اش را پرواز دهد. وی نبود امکانات را چالش عمده در زمینه میداند، اما تأکید دارد که به زودی آن را با استفاده از یکی از سرک‌های شهر ایبک پرواز خواهد داد. در ولایتی که ما زندگی میکنیم اینقدر امکانات کم است که حتی یک سرک نیست که حداقل طیاره خود پرواز بتیم یا نشست کنه، یک جای خوب نداریم. ذبیح الله که شغلش ترمیم موتورسایکل می باشد، تلاش های زیادی برای نوآوری ها در تکنولوژی ماشین‌آلات و عراده انجام داده. وی چند قبل نیز موتورسایکل را برای گشت و گذار در ساحات کوهستانی ساخته بود. نعیم عطل، صدای امریکا، سمنگان.